جمال الوجود بذكر الإله. آمد به تو خوش خبری فیروزی. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، در روز محاربه بدر که به روز جمعه و روز 17 ماه شریف رمضان مطابق آمد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چون به خیمه اشان داخل گردیدند، از پسشان ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد نیز به آنجا در آمدند. در خیمه بغیر از هر دوی آنها کسی نبود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از جای خود برخاستند و به نیایش و دعا به سوی پروردگارشان پرداختند و از خداوند طلب پیروزی وعده نموده اش را می کردند. به این خاطر آن حضرت صلی الله علیه و سلم هر دو دست مبارکشان را برای دعا برداشته چنین می گفتند: ای بار خدایا، اگر امروز این حاضرین با من بوده را هلاک گردانی، کسی در روی زمین نمی ماند که تو را بپرستد. ابوبکر خداوند از او راضی باد در پهلوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضور داشتند و او را با چنین سخنان دلبرداری می نمودند: ای رسول خدا، هر آینه وعده خداوند حق است و آنچه به شما وعده نموده است عملی خواهد شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پس از دور و دراز راست ایستاده دعا کردن نشسته و چند دقیقه حسابی پینک رفتند. چون از خوابشان بیدار شدند، در حال به طرف ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد روی آورده گفتند: مژده و خبری خوش برایت ای ابوبکر، تو را کمک از جانب پروردگار آمد. این جبرائیل علیه السلام است. دیده ایستاده ام از لجام اسب گرفته آنچنان می تازند که از پشتشان تنها چنگ و غبار بالای کوه باقی مانده است. برادر و خواهر ایمانیم، ببینید ابوبکر صدیق در این حال وزنینی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دلبرداری کرده گفتند: ای رسول خدا، هر آینه وعده خداوند حق است و آنچه به شما وعده نموده است عملی خواهد شد. این بود دلبرداری ابوبکر صدیق و پیامبر صلی الله علیه و سلم. دعا میکنیم که هر یکی ما چنین دوست داشته باشیم که در حالت تنگی، که در حالت ناگواری، که در غم و غصه با ما باشد و ما را دلبرداری بکند. ما به چنین دوست ها احتیاج داریم و این چنین ما خود باید این چنین دوست باشیم که در حالت غم و غصه برادر، در حالت تنگی او را دلبرداری کنیم. از این قصه درس عبرت به خود بگیریم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. Oh